دانشمندان آزمایشگاه تشخیص فیزیکی هوا در تاجیکستان میگویند هنگام آمدن به اصطلاح باد افغانی در پایتخت تاجیکستان ترکیب‌های زیان‌آور کیمیایی جدول مندلیف زیاد می‌شوند. این گونه باد عمدتاً در پایان تابستان و یا اول تیر ماه در تمام قلمرو تاجیکستان مشاهده می‌شود. چنگ و غباری به نام افغان که اون اصلا نادرست است که این افغان میگوییم، زیرا این چنگ در تحقیقات ما نشان دادند که در صحرا، در عربستان سعودی، در اسرائیل، در دشت کبیر و دشت لوط ایران به وجود میاد، در قزلقم، قراقم، در ارالکم به وجود آمده. با سمت حرکتی آنها از صحرا گرفته تا بحر میانه زمین به طرف اگر چه گیریم با بیابان‌های قزاقستان و ایران و قزاقستان و ازبکستان گذشته از ترمیز به افغانستان قسما میگذرند و قسما از طرف ترمیز به از طرف غربی دولت ما وارد میشن و قسما از جنوب از طرف شرطوز و ایوش که در اونجا کمتر بیابان هم نیز ما داریم، آنها به خاک تاجیکستان به مرز تاجیکستان وارد میشوند. به گفته پژوهشگران تاجیک در مقایسه با سالهای پیشین باد افغانی در تاجیکستان بیشتر میماند و بعضا وقت باد به حد گرد و غبار میآورد که انسان تا 200 متر دور را نمیبیند. به گفته آنها گرمایش کره زمین بیابان شوی یک سبب افزایش بادهای غبارآلود به تاجیکستان است. هوای آلوده به خصوص در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عامل‌های داخلی هم دارد. یکی از منبع‌های آلوده شدن فضای دوشنبه کارخانه تولید سمنت است. همه روزه دود غلیظی از آن خارج می‌شود و بالای شهر می‌نشیند. خانواده‌ها از گرد و غبار زیاد در خانه‌هایشان شکایت می‌کنند. در همه حالت‌ها که بود هوا که می‌شود سلامتی من خودم و بعدش می‌کنم. سرم درد می‌کند. خیلی مثل نفس کشی سوس می‌شود. در بعضی حالات همه هوا شود ما با بیرون برآمدم نمیخوام با بیرون نمیگم. فشار بلند میشه، تپش دل بلندتر میزنه، خیلی با قولی چگونه به این مدیسین دیسکامفورت میشه. بنابراین همین بیشتر خوبتر که اگر حالت وزن‌تر نشود در این خانه باشیم بهتر است. شما چطور میشه در این خانه؟ همین فشار خونم بلند میشه، بعد عصبان ویران میشه، همین که تگه کاندیسانی را تگش به می جای ساکنی همین خانه بشینم بیرون برآمده نمیشه داخل. نفس کشی دشوار میشود، راه نفس را میگیرد، چنگ و غبار با شش و دل جگر زلال دارد. مسئولان بهداشتی میگویند آمار درباره بیماری‌های وابسته به تغییر باد و هوا نظیر تاثیر بادهای آلوده وجود ندارد. هوا سرد شد زیادتر وای میکنن یا که سخت گرما شد مراجعت میکنن یا که بخصوص چنگ و غبار و شمال یا علاقه کوشش میکنم بیرون نبرایم، کوشش میکنم تا چنگ و خاک نگردم تمام. خیلی که محض به همین چیزا مراجعت کنن، خودشان فکر کنن که از همین سبب سلامتی بد شد. این خیلی کم من نمیبینم دام سختر که یگون کسی بیاد مراجعت کنه که هوا هم خیلی شد بعضی سلامتی من بد یگونه همون اگر بیماری دیقی نفس اسما داشتگی ها. پژوهشگران آزمایشگاه تشخیص فیزیکی هوا در تاجیکستان میگویند که سال آینده با کمک پژوهشگران آلمانی صاحب تجهیزات نوی تشخیص هوا میشوند که به آسانی نشان میدهد در هوایی که ساکنان دوشنبه نفس میکشند وجود ترکیب‌های کیمیایی مطابق به معیارهای موجوده است و یا زیادتر از آن.